چطور میشه بدون داشتن کامپیوتر قوی یا تخصص حرفه‌ای در انیمیشن سازی چنین آثار با کیفیتی خلق کرد؟ واقعیت اینه که دنیا خیلی تغییر کرده. تا همین چند وقت پیش اگه میخواستید چنین کاری بسازین باید نرم افزارهایی مثل بلندر رو بلد میبودید. اما امروز با ورود هوش مصنوعی همه چیز فرق کرده و حتی به صورت رایگان میتونید به نتایج شگفت‌انگیز برسید. برای نمونه کانال فرن در یوتیوب که هفته یک ویدیو منتشر میکنه بعد از 2 سال پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته. سبک کار ساده و خاصه، کاراکترهای شبیه مایکنن بدون جزئیات زیاد در چهره. کانال میلن که فقط 1 سال شروع کرده با همین استایل تونسته ویدیوهایی با کیفیت مستند بسازه. یکی از ویدیوهاش درباره بچه‌ایه که داخل GTA بازی میکنه و بیش از 500,000 بازدید گرفته. از طرف دیگه تیم ایرانی ریم از سال 2025 کارش شروع کرده. 3 مستند با همین سبک ساخته و کیفیت کارش به قدری بالاست که خیلی نزدیک به فیلم شده. بهترین نکته درباره این استایل اینه که ساختنش نسبتاً آسان‌تره. هرچند زبان‌بر و پرزحمت هم هست. اما خبر خوب اینجاست. امروز میخوام روشی رو بهتون معرفی کنم که با کمک هوش مصنوعی میتونید رایگان توی 1 روز کاری به خروجی‌های مشابه این برسید. خب بیایید شروع کنیم. وارد سایت گوگل ویسک میشیم. من ویدیوی کامل سایت گوگل ویسک رو قبلا داخل کانالم گذاشتم که شما چطوری میتونید با این هوش مصنوعی کاراکتر ثابت بسازین. لینکش رو بالای صفحه براتون قرار میدم. میتونید واردش بشین و ویدیو کامل رو تماشا کنید. الان وارد سایت گوگل ویسک میشید. روی این کلیک میکنید. بعد روی گزینه ویسک میزنید. داخل این بخش دستور یا پرامپت را باید بنویسید. دستور رو داخل دیسکریپشن ویدیو براتون میذارم. من یک دستور از پیش تعیین شده داخل دیسکریپشن ویدیو میذارم که ازش میتونید استفاده کنید. این در واقع دستوری هست که به سبک فرن ساخته میشه. پس این پرامپت پایمون هست و بعدش هم حالا هر سناریویی که میخوایم رو میتونیم بنویسیم. مثلا من مینویسم که یک آقای مایکن که تریدی هستش، کت و شلوار مشکی پوشیده، در یک اتاق لوکس و سلطنتی و بزرگ هست. سایز عکس رو انتخاب میکنم و جنریت رو میزنم. تو کمتر از چند ثانیه عکس رو بهمون میده. ولی ممکنه اشتباه هم رخ بده. شما باید اینجا چیکار کنید؟ همون پرامپتی که از قبل بهش دادین رو دوباره جنریت بزنید، چون که عکس‌های جدیدی به شما میده و ممکنه نتایج متفاوتی به دست بیاد و اون عکسی که دوست دارین رو پیدا کنید. حالا وقتی این عکس رو ساختم چطوری دانلودش کنم؟ روی عکس کمی فشار میگیرم، بالای گزینه دانلود میان و روی دانلود میزنم. حالا باید یه فضای دیگه بهش بدم. میگم که یک آقای مایکن که تریدی هستش و تیشرت زرد پوشیده و پشت میز کارش نشسته. تو دفتر شخصی خودش فضای دفتر هم تریدی هست. باز هم میرسم به نتایجی که سبک فرنو داره. یه نمونه دیگه میخوام بهتون بگم که به راحتی میتونید این شکل داستان سرایی کنید. مثلا یک مرد و بچه مایکن در حال تماشای تلویزیون هستن که توی محیط تریدی قرار دارن. به راحتی میرسیم به این عکس. خب این از پرامپت پایه و فضاهایی که میشه باهاش ساخت. با این تصویر میخوایم کار کنیم. میخوایم بریم مرحله بعد. این رو میخوایم تبدیل کنیم به فوتیج ویدیو. اول دانلود میکنید تصویر رو و بعد وارد ویرایشگرتون میشید. حالا کپکات یا اینشات. من وارد اینشات میشم. عکسم رو انتخاب میکنم. سایز ویدیو رو روی 16:9 میذارم و الان میخوام کیفریم بزنم. اول این کیفریم رو میزنم و بعد میرم آخر ویدیو و دستم رو روی تصویر میزنم. با 2 دستم تصویر رو میبرم جلو تا کیفریم درست بشه، تا جایی که خودتون میدونید. نتیجه کار رو ببینید بی‌نظیره. تا اینجای کار مشکلی نبود، اما در خیلی از مواقع ما میخوایم همین صحنه رو ترک کنیم. مثلا صحنه‌ای از پشت داشته باشیم یا از زاویه‌های دیگه. اینجا باید چیکار کنیم؟ تو گوگل مینویسم گوگل استودیو. شما میتونید از سایتش هم استفاده کنید ولی من از برنامهش استفاده میکنم. خیلی راحت تر هست. وارد برنامه گوگل استودیو میشید. حالا ما باید از گوگل نانو بنانا استفاده کنیم. این گوگل بنانا یه قابلیت خیلی خاصی داره که تصاویر رو ثابت نگه میداره و شما از هر زاویه‌ای که بخواید بهتون عکس میده. حالا نانو بنانا رو انتخاب کنید. اینجا از این گزینه عکسی رو که میخواین زاویهش
متفاوت بشه رو بهش بدید و من بهش میگم که الان یک زاویه دوربین میخوام از پشت این آقا و یک جهت دیگه از دوربین باشه، دوربین پشت این آقا قرار بگیره و فضای جلو رو نشون بده. تو فضای جلو هم یه در هست و همین اتاق باشه. یک کمی منتظر میمونیم تا ببینیم چه کار میکنه که معمولا کار گوگل نانو بنانا خیلی خوبه. ببینید به راحتی جزئیات رو رعایت کرده و دوربین رفته پشت این آقا. واسه اینکه قشنگتر بتونم داستان بگم گوگل نانو بنانا عالیه. حالا اینجا من مثلا لوستر رو دوست ندارم داخل تصویر باشه. یه بار دیگه همین تصویر رو به هوش مصنوعی میدم و میگم خوب بود، فقط لوستر رو برام حذف کن. و این کار رو به راحتی میتونه برامون انجام بده. تصویری بهمون میگه که دیگه لوستر در کار نیست. پس ببینید هر کاری میشه امروز با این هوش مصنوعی ها انجام داد. حالا مجدد تصویر جدید رو بهش میدم. توی داستان من این بار یه دزد وجود داره که میاد این آقا رو تهدید کنه. پس واسهش می نویسم که یه مرد سارق مرد رو تهدید میکنه. مرد مانکنتریدی هست و صورت جزئیات نداره. مرد روبروی مرد دیگر قرار گرفته و دوربین ثابت است. حالا جنریتور میزنم و یکم منتظر میمونم تا عکس آماده بشه. اگه تا اینجای ویدیو از ویدیوی من خوشتون اومده و تونستم بهتون کمکی کنم، ممنون میشم شما ویدیوی من رو لایک کنید تا ازم حمایت کرده باشین. اگه دوست داشتم یه کامنت برام بذارید. راستی اگه کانال رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو انجام بدید تا ویدیوی بعدی من رو از دست ندین. حالا شما میتونید داخل یه هوش مصنوعی تبدیل عکس به ویدیو اون رو به ویدیو تبدیل کنید. ویدیویی که ساخته میشه نتیجهش اینه. خب در ادامه دوباره تصویر بهش میدم که مرد داخل تصویر نیست و بهش میگم دوربین این بار از بالای سقف پایین رو بگیره و مرد مانکن روی زمین افتاده و بیهوش شده و منتظر میمونم تا تصویر ساخته بشه. تصویر خوبی هستش. یه نکته دیگه، در خیلی از مواقع اصلا نیازی نیست برید دنبال هوش مصنوعی برای تبدیل عکس به ویدیو. ببینید من با زوم کردن همین عکس بالاخره بهش یه بک موشن ایجاد میکنم. حتی میتونم زومینش هم بکنم یا از لحاظ درجه تغییرش بدم. اما مثلا صحنه‌ای که اون مرد داره دعوا میکنه اونجا رو نمیشه کارش کرد و باید حتما به ویدیو تبدیل بشه، ولی این قسمت ها رو میتونید به از طریق زوم کردن به ویدیو در واقع تبدیلش کنید. دیگه چیزی نمیمونه. خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.